وایسا چی شده؟ هللویا من یک نفس عمیق بکش این آدم توضیح ببینیم چی شده. دیشب دوست دخترم ما پیام داد گفتم مثلا وقتی بیا میم بیا یک باقی گرفتیم من خیلی موافقت ما پرسو رازم کنم. خب رفتیم دیدو آهنگ ترسناک گذاشتن همش ترسناک گفتن شبیه هللویا گفتن یکی دندوناش خود میچکه یک رو کلش کدو گذاشتن همش ترسناک گفتن ما فرار کردم آقا ازم دوش ندارم فرار کنم. بعد دنبال کردم غلام مثلا وسه گفت ای وسم که شما ما رو بخورید ما فرار کردم اومد الان میرو آینده میام ما میگیرم میخورن ما. خب دیوانه این کلا یک جشنه جشن هالووین دیگه. هالووین چیه دیگه؟ بابا جشن خارجیای اینا جشن هالووین خودشون ترسناک درست میکنن اینجوری مدلش کلا مال خارجیایه. خب چی ربطه با ما ایرانی‌ها داره اینا خودشون ترسناک دارن اینا جشن نوروز دارن جشن عید الفطر دارن عید قدیر دارن عید قربان دارن نمیدونم اینا سپندار مزگان دارن فلان دارن اینا کریسمس دارن اینا چه جوریان نمیدونم برای هر چی جشن ما باید بگیره. اما دیشو ریدم خودم دوست دخترم دیده بودم خب قیافش پیش نظرم نمیره خودم ریدم واش حالا کسی